شوق. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از ابو هریره خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: خداوند فرموده است تمام عمل فرزندی آدم برای اوست مگر روزه، زیرا روزه برای من است و من پاداش آن را به او می دهم. روزه مانند سپر است، پس اگر نفری از شما روزه دار باشد سخنی ناشایسته نگوید و جنجال نکند. اگر کسی او را دشنام دهد یا به او زورآوری کند پس بگوید من شخصی روزه دارم. قسم به ذاتی که جان محمد به ید اوست، بوی دهان روزه‌دار نزد خداوند خوشبویتر از بوی مشک است. برای روزه‌دار دو خرسندی است که با آنها خوشنود می گردد. وقتی افطار می نماید برای افطار خرسند می شود و وقتی روز قیامت پروردگارش را دچار می شود خوشنود می گردد. روایت بخاری و مسلم. علما در شرح این حدیث می گویند تمام عمل انسان به فایده اوست و ثوابش را از خداوند نائل می شود. اما در این حدیث خداوند روزه را برای آن به خود نسبت داده است که انسان هنگام روزه گرفتن ریا و خودنمایی کرده نمی تواند، زیرا روزه داشتن سر بین بنده و خدا است. به این خاطر خداوند گفته است روزه برای من است، یعنی هیچ کس در آن ریا کرده نمی تواند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم شخص روزه‌دار را از سخنان فحش گفتن و انجام عملهای بد نهی می کند. روزه سبب دوری مسلمان از دوزخ می شود. روزه‌دار باید کوشش نماید تا با کسی جنگ و جدال نکند و اگر کسی او را دشنام یا سخنی ناسزا گوید باید در جواب گوید من روزه دارم. این را پیامبر به ما درس داده اند. بوی دهان روزه‌دار در نزد خداوند از مشک بهتر است، یعنی ثواب زیادی دارد و خداوند از او خوشنود می شود. روزه‌دار دو خرسندی بزرگ دارد. یکم، وقتی یک روز کامل روزه می گیرد هنگام افطار نمودن از انجام این عبادت خرسند می گردد. دوم، وقتی که با خداوند ملاقات نموده ثواب روزه را از خداوند می گیرد باز خرسند می شود. بله برادر و خواهر عزیزم، روزه سری می باشد بین ما و بین خداوند. و اینچنین از مضمون این حدیث به ما معلوم گشت که پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را نه تنها از خوردن و آشامیدن نهی کردند، بلکه از جنجال و گفتن سخن بد نیز ما را نهی کردند. گرچند که اگر دیگران ما را سخن بد بگویند و ما را دشنام بدهند در جواب ما باید بگوییم من روزه دارم. این درس را پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما آموزانیدند. پس خوش به حال آن شخصانی که این گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم را عملی می کنند و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.